مهدی جان بقیه میده من بخورم. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا سه نخورون دهنی بابا چی هستن میخوری؟ مهدی جان ما روایت داریم از آقا امام صادق علیه السلام که هر کی نیم خورده و باقی مانده مؤمنی را بنوشد این برای او شفای 70 بیماری است و خداوند در دلش نوری را روشن خواهد کرد که تا روز قیامت باقی خواهند ماند.